ای قدت خوش بشه ترامپ. خدا ما بدش میاد محمد. آقا محمد دست بیعقلیه ترامپ جیگرمون خونه. موقع ورود ما به فرودگاه واشنگتن جلو ما گرفتن که آقا ورود ایرانی ممنوعه. گفتم آقا بنده گرین کارت دارم برین کنار. در همین حین آقا تمام کماندوها ریختن دور ما. دستا بالا. آقا اگه دستت بالا نکنی با تفنگ وینچستر میزنیم که بپکی. گفتم آقا شما مال یه حرفایین، خده برای یه حرفایین. علا رغم میل باطنیم دومگوی تاشم کشیدم سهرا تا کاماندو اومد گلنگدن بکشه. وقتی زدم زیر چلش که آقا کبدش جر خواست، کاماندو دومی پرید بالا، پوست کمش گرفتم یه تو بیدادم آقا بخ شد تو چشمانه ها کرد. یک با قیدان هوش رفت. ها اومدن به خودشون بجنبن یه شقی فرودگاه آوردن پایین. در همین حین فرودگاه ساکت شد. گفتم چه خبره؟ گفتن آقا ترامپ از دوربین مدار بسته تمام درگیری ها دیدن. گفته آقا ول غلامی کنین، غلامی هر جا دوست داشت بلین بره، اصحاب درستی نداره یادمون. بندم که الان اومدم و در خدمت شما هم. یه جوری میگه کسی آمریکا نیا، انگار آقا ما همه ساکمون دست گرفتیم تو گاراژ قیر وایسیدیم منتظر اتوبوس آمریکایی. بنده گرفتار درو گندم میدم. بعدش هم فکر میکردم این خانمو کیه ها؟ هیلاری. اون میخواد بشه رئیس جمهور. ما اگه میدونستم توی گنه هردنگی میخوای بشی رئیس جمهور 100 سال نمیشدم. So I just want to thank the Prime Minister for being here. We're going to be meeting your wife in a very short period of time, and I look very much forward to that. شرمنده تو سیمو شد اونو. بنده به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل اونجا سخنرانی دارم در مورد محیط زیست، وگرنه 100 سال نیمدم اینجا که بخوام ریخت تو ببینم. خبرنگاری عزیز، گمپای گلم از ما میشنفین، شما هم همه تو بلنشین بریم. اینجا چی به درد خوری شما نمیشنفین. اینه که بلنشین بریم، بلنشین بریم.